وقتی برای هم کم میشویم، خالی یکدیگر را با چیزهای دیگری پر میکنیم. در یک زندگی خالی از عشق نمیتوان احساس خرسندی کرد. و این خالی شدن از هم از روزی اتفاق افتاد که خیالمان از داشتن یکدیگر راحت شد و مثل کتاب ارزشمندی در کتابخانه‌مان گمان کردیم برای توجه کردن، عشق ورزیدن و اهمیت دادن فرصت هست و خانه ما از این خیال آسوده پرواز عشق خالی شد. جا داره که این متن رو هزاران بار بخونیمش و با اندکی تأمل در تک تک جملات اون اقدامی بکنیم. کاری کنیم که برای عزیزانمون کم